آرسان برات چالش دارم. جانم آقا پارسا، بگو اینم چی چالشت؟ اینکه با اتچمنتی که برات تو تلگرام میفرستم 15 تا کیل بگیری. خب حله آقا، بذار این تلگرام این چی فرستاده. داشت آرسا میرم اتچمنت. اوکی اچس خوبه. ببین یا خدا نه خوب نیست، رد داد داره روش. ببین من با اچس بازیم خیلی خوبه، پس این چالش هم حتما انجام میدم. بزن بریم. خب آقا بریم چکی کنیم اینو رو. داداش پرواز نکن، بیا با خورشات تو. آقا لانگرنج چه میکنه این وسط؟ خلاصه یه فاست اسکوپ به این، یه شات میس، یه دونه همینجوری بزن بره دنبال بازیش. ماکارو یارش میاد اونم کتک میزنم. پروتون میاد اونم ای بابا نشد. اشکال نداره، هیچ وقت تاثیر نشید. بریم واسه انتقام. میه رو دراب اچسو میکشی، به پروتونه میگی سلام داداش بای بای خداحافظ. اما پروتونه که کتک زدی میه این پشت کاور میگیری، یه چک به این، بعدش میری روی این آدمایی که مکانیک میکشن و بی‌شرفی میکنن یه چک هم به این میزنی. خلاصه اینا رو که زدی بعدش میری رو سر این داداشمون، اینم یه ذره چک میزنیش دیگه. بچه‌ها اگر دوست دارید بهم از این چالشا بدید داخل آیدی تلگرام داخل تلگرام بهم پیام بدید که آیدیشو الان این روی صفحه براتون میذارم و توی کامنت هم پینش میکنم. همه پیاماتون رو سین میکنم و همه چالشا رو هم انجام میدم. بریم سراغ بقیه‌شون. آقا این چه اعتماد به نفسی داره، بنده خدا ماچتم شد. موومنت خوردش. خلاصه که این اتچمنت HS ایزی بود برام. من با همه اتچمنت های HS ایزی همه رو میزنم. منتظر چالشتون هستم. فینیش نده، هر کی فینیش بده